اجرایشی عملهای اریتمتیکی با عددهای بوتون. بچه‌های عزیز، پیش از اون که ما عددهای بوتون قطعی عملها رو اجرا کنیم، یعنی ما کوشش کنیم که در خود ورق، در تخته سیم، یعنی خودمون عمل رو اجرا کنیم به یاری کامپیوتر و به یاری کالکولاتور اجرا کرده توانیم. ما باید عددها رو از دیگر فرق کنیم و هر یک عدد مینوشتگی که ما در تخته سیم مینویسیم و در دفتر مینویسیم اجرایش همین عدد فهمیم که همین عدد از کدام قسمت‌ها عبارت است. مثال لیعودی من عدد 23 رو مینویسم. وقتی که عدد 23 رو مینویسم همین عدد رو خواندن در کاره که همین عدد از چی عبارت است. این عدد از دو رقم تشکیل شده است، 2 و 3. عدد 3 این خانه واحد ها است. این خانه واحد ها میگویند، خانه واحد ها یعنی همین عددی داده شده از 3 واحد عبارت است. عددی 2 باشد این خانه دهی ها یا که همین رضیت ها قد جدا کردن عدد ها را همین عدد را بر رضیت ها جدا کرده، یعنی عدد 23 از 2 دهی و 3 واحد عبارت است. اکنون هنگامی که ما یگان عددی بوتونتر کلانتر اگر نویسیم، فرض کردیم من عددی 1234 رو مینویسم. وقتی که عددی 1234 رو مینویسم همینجا باز جدا کرده در کار عددی 4 را جدا میکنیم، باز میگیم خانه واحد ها. عددی 3 را جدا میکنیم، این خانه دهی ها. عددی 2 را جدا میکنیم، 2 را مینویسیم، این خانه صدی ها. و عددی 1 اگر نویسیم این خانه هزاری ها. اکنون وقتی که ما همین اجرایش فهمیدیم که همین عددها خانه ها جدا می شود و فهمیدیم که این خانه واحد بوده، این دهی بوده، این صدی بوده، این هزاری، اکنون جمع و ترک کردن همین برای ما آسان می شود. مثال من روزی در تخته سیم یک مثال می نویسم. فرض کنیم عددی 3279 رو جمع کردن در کل با عددی 123. پیش از اون که من عددی 3279 رو با 123 جمع میکنم، من نگاه میکنم که باید که طرز جمع کنم تک به تک که واحد با واحد راست بیاید. یعنی عددی یکم اگر نویسم 3279 نویسم، من باید در زیر هنگام جمع کردن این عددها 9 که از بس که واحد است، 3 خانه واحد است، من 3 رو در زیر 9 نوشتم در کار. اکنون دهی ها 2 خانه دهی ها، اینجا 7 خانه دهی ها، باز 7 رو در زیر 7 هم 2 رو نوشتم در کار. اینجا خانه صدی ها در 1 است، خانه صدی ها در عدد یکم 2 است، من در زیر 2 1 رو می‌نویسم. یعنی همین طریق در زیر رقم 3 یگان عدد نیست. این انا که جمع میکنم، 9 رو با 3 جمع کنم 12 میشود، 2 رو مینویسیم 1 با 1. 7 رو با 2 جمع میکنیم 9 میشود، 9 رو با 1 جمع میکنیم 10 میشود، 0 مینویسیم 1 با 1. 2 با 1 جمع میکنیم 3 میشود، 3 با 1 جمع کنیم 4 میشود، این 1 را اکنون 3 را خودش می‌نویسم. وقتی که معلوم شود که وقتی هنگام جمع کردن من معلوم شود که من 3279 را با 123 جمع کنم 3402 میشود، در برابر دبل 3402 می‌نویسم. این در مورد جمع عددها بود که ما هنگام تک به تک جمع کردن به یاری کالکولاتور جمع کردیم. مثال میگیریم که من مثال دیگر را طرح میکنم. این طرح چه طرح کردن کنم هنگام طرح کردن همین کار استفاده بودن در کار. فرض کردیم که من اگر از عددی 2345 نویسم و همین عدد فرض کردیم 12 طرح کردنی شویم، ما
پیش همه بو عددها رو همینجا مقایسه میکنیم. مقایسه کنیم دهی ها وقتی که دهی میگیم انا این دهی رو میگیم، وقتی که واحد میگیم واحد رو میگیم. یعنی حاضر در نشان دادیم ما دهی خونه این واحد ها، این واحد ها این خونه دهی ها، این خونه دهی ها. یعنی عدد یکم در عدد یکم خونه دهی ها واحد ها هست، بدون وی خونه صدی ها موجود است و خونه هزاری ها موجود است. لیکن در عدد دوم فقط خونه دهی ها و واحد ها موجود است. من در پایان همین 2345 رو می نویسم. در زیر 5 که واحد است دوی واحد رو می نویسم. در زیر 4 یک واحد است یک رو می نویسم. بعد طرح میکنیم. اکنون از 5 2 اگریم 3 میمونم، از 4 1 اگریم 3 میمونم. اینجا که یکون عدد دیگر نیست، همین 3 2 بشه می نویسیم. برای همین در بالا ما میتونیم قید کنیم که 2345 طرح 12 این 2333 میشه. برای اون که ما هر یک عمل را اجرا کنیم، هر یک عمل سنجش دارد که شما باید سنجید که در حقیقت عمل اجرا کردگی شما درست است یا نادرست. برای اون که درستی یا نادرستی همین عمل سنجیم، این من حاضر سنجش میگذارم، همین دست سنجش من میکنیم. اگر ما با بالای همین 2333 عدد 12 را همراه کنیم، جمع کنیم، باید عدد 2345 میشه شد. باز دیگر کنید در وقت جمع کردن ما همون پروسسی که در مثال یکم فهمونده کنیم همون کار اجرا کردم. یعنی در زیر 3 که واحد است دوی واحد نوشتم، در زیر 3 که دهی است یک دهی را نوشتم و جمع کنم. 3 2 5 میشود، 3 1 4 میشود، اینجا 3 میشود، اینجا 2، یعنی 2345 حاصل میشود. اکنون ما قطعی شما ضربی عددها را میبینیم که چه عددها ضرب کرده میشود. عددهای بطون. برای اون که ما عددهای بطون را ضرب کنیم یکون واریانت زیادتی لازم نمیشود. این من مثال یک عدد میگیرم ضرب میکنم 314. همین 314 رو اگر ما ضرب کنیم با فرض کنیم 13 ضرب کردنی شود، اینا باید ما چیکار کنیم؟ همین 314 خودش رو می‌نویسیم، پایانش رو 13 می‌نویسیم. اینا دیگر شرط نیست که 3 واحد از زیر واحد نویسیم، دایره از زیر دایره نویسیم، در شرط نیست در ضرب کردن. حالا که ضرب می‌کنیم، برای ضرب کردن ما همین واحد گرفته اول ضرب می‌کنیم با 4، یعنی 3 رو با 4 ضرب می‌کنیم. 3 کره 4 12 میشه، یک باید با همین 3 را گرفته با 1 ضرب می‌کنیم، 3 کره 3 میشه، این 1 باید قطعی 4 میشه، 1 نیست. با همین 3 گرفته ما با 3 ضرب می‌کنیم، 3 کره 3 9 میشه. یعنی عملیات یکمی ما اجرا شد. یعنی ما هم 3 رو با اعضای واحدهاش، با دهی‌هاش، با صدی‌ها ضرب کردن نوشتیم. اکنون هنگامی عدد دیوم ضرب کردن، یعنی 1 رو ضرب کردن، 1 رو با همین 4 ضرب می‌کنیم. 1 با 4 اگر ضرب کنیم 1 کره 4 میشود، لیکن در ضرب 4 رو در زیر دهی‌ها می‌نویسم. یعنی 1 خانه اینجا خالی میمونن زیر واحد داره. 1 که با 4 ضرب کردم نوشتم، با 1 ضرب میکنم با 1 دهی قطعی می‌نویسم 1 میشه، با همین 1 ضرب میکنم با 3 1 کره 3 میشه می‌نویسم. اکنون علامت جمع مونده هر دوشه جمع میکنم. اینجا پایانی دو یکون عدد نیست، دو خودش می‌نویسم. اینجا 4 و 4 8 میشود می‌نویسم. 9 و 1 10 میشود 0 می‌نویسم، 1 باید 3 با 1 جمع میکنم 4 میشود. یعنی ما می‌نویسم که 314 رو اگر ما با شرط که با 13 ضرب کنم 4082 حاصل میشود. 4082
2 می شود. اکنون این ضرب. اکنون ما قطعی شما همین کار را برای تقسیم اجرا میکنیم. برای تقسیم اجرا کردن انا شنید اول من برای تقسیم اجرا کردم برای شما یکون مثال عادی می نویسم. فرض کنید شما 12 با 4 تقسیم کنید بیان شما تقسیم کردن میتونید. این آسان است. همین آسان همینجا می نویسم 12 می نویسم اینجا 4 یعنی 12 نوشتم اینجا 4 نوشتم. همین 4 رو شما میدونید که ما باید عددی را یابیم که با همین 4 ضرب کنیم 12 شود یا که از 12 خوب. این خیلی عدد 2 گیریم اگر 2 قطعی ضرب کنیم 2 کاره 4 8 می شود. زیر دانه سیم 8 از 12 خورد است. لیکن کمتر برام میریم 3 میگیریم 3 کاره 4 12 می شود. میرسیم 12 تاب میکنیم. اکنون وقتی تاب کردن عدد در گیریم 0 میمونن. اگر گیریم 0 میمونن این معلوم شود که 3. این مثال عادی بود. اکنون بیاید برای فهمیدن همین مثال بالا یعنی هنگامی ضرب کردن ما یافتیم تقسیم کرده همین سنجیم. یعنی می‌نویسم که 4082 تقسیم 13 این هم می‌بینید که چند میشه. برای اینکه 4082 نویسیم تقسیم می‌نویسیم با 13. پیش از اون که با 13 تقسیم کنیم ما یک خونه میگیریم 4 همین 4 را جلو بگیریم. 4 با 13 تقسیم می شود؟ نه می شود. وقتی که 4 با 13 تقسیم نشد من 2 خونه میگیرم. 40 میگیرم. 40 با 13 تقسیم می شود. اگر 40 که ما در مثال بالا گفتیم 40 رو با 13 تقسیم کردن ما باید یک عدد قطعی با 13 ضرب کنیم که با 40 برابر شود یا از 40 خورد شود. من با همین عدد 1 میگیرم. اگر 1 بگیرم 1 از 13 تا ضرب کنیم 13 می شود. این خورد است. 2 میگیرم 2 گیرم 2 کاره 13 26 می شود. خورد است. 3 میگیرم 3 گیرم اگر 3 کاره 13 39 می شود. خورد است. اگر به شرطی که 4 گیرم 4 را با 13 ضرب کنم 52 می شود. از این کلان شد. اکنون من 4 نمیگیرم و 3 میگیرم. یعنی 3 کاره 3 9 می شود. زیر 9 می نویسیم. 3 کاره 1 3 می شود. زیر 14 می نویسیم. ته میکنیم. اگر از 39 ته کردن میتونیم این 1 می شود که من دیگر که ته میکنم شما بینید این 4 اینو می نگرفته نمیشود. از 4 1 تا قرض میتونیم این 3 می شود. این 9 9 10 می شود. از 10 اگر 9 را گیریم 1 میمود. اینجا از 3 را گیریم 9 میمود. اکنون 1 8 میفروریم. 8 فروریم 18 می شود. 18 با 13 1 کاره 13 می شود. اکنون 13 از 18 خورد است. ما اگر باور نکنم که ممکن زیادتر شود 2 میگذارم 2 را ضرب کنم 26 می شود. 26 از 18 که کلانه من 2 را پوک میکنم جوش به 1 میرسم. 1 کاره 3 1 کاره 1 اینجا 8 3 را گیریم 5 میمونم. 8 3 را گیریم 5 میمونم. مثال نوشتگی 12 5 میمونم. اینجا در 5 پلش میمونم. اکنون وقتی که 5 میمون بالا در یک رقم دیگر داریم 2 یک پویم بفرمایید 52 شد. اکنون 52 با 13 تقسیم کردن کن. برای که 52 با 13 تقسیم کنیم با هم مانند پیشینه سر میکنیم. 1 از ضرب میکنیم. 1 کاره 13 شد. این خورد است. 2 میگذارد. 2 کاره 13 26 شد. این ولی هم خورد است. 3 میگذارد. 3 کاره 13 39 شد. این ولی هم خورد است. من اینجا 4 میگذارم اکنون. 4 کاره 13 52 شد. یعنی برابر شد. من دیگر دوام نمیکنم ته میکنم. اگر به شرطی که از 52 اینجا ته کنیم 0 میمونه یعنی 314. این اینجا 314 میمونه. این مثالی که ما قد شما تقسیم کردیم از این تقسیم برمی‌آید که ما همین مثال پیشینه که ضرب بود همین ضرب به سنج دید
که درکه ضربی کردگی ما حاصلش 4082 شده بود. حاضر همین تقسیمون ما همین تقسیم کردیم که درکه همین 314 همینجا برآمد. ما میتونیم که عددهای را تقسیم کنیم که وقتی تقسیم کردن در این مثال یک عدد میگیرم 16440 16440 میگیرم همین به 8 تقسیم میکنم به 8 تقسیم میکنم. وقتی که به 8 تقسیم میکنیم مینویسیم 16440 تقسیم 8 تقسیم 8 نوشتم. من باز تکرار میکنم که این عدد نسبت عدد گرفتگی ما کلانتر است. برای همین اخونه سر میکردگی ما اخونه یک سر میکنیم یک میبینیم یک به 8 تقسیم کنیم نمیرسد. بنابراین ما خانه دیوم انتخاب میکنیم. خانه دیوم 16 را به 8 تقسیم کنیم میرسد. اگه شما میدونیم که 16 به 8 میرسد من با سر میکنم اولی سر میکنیم یک میکنم 1 کره 8 میشود می نویسم 8 از 16 خورد لیکن باز این خوردتر اکنون دویم حالت در دوی نمیتیم دو کره 8 16 میشود دیگر کم که با 16 برابر میشود من دیگر همون کور دیگر نمیکنم میمونم تر میکنم از 6 گیریم 0 میموند از 1 گیریم 0 میموند میفرورم 4 هم میفروریم در رقم رو نگاه میکنیم که 4 با ما وقتی تقسیم کردن در 4 نمیرسد 4 که نمیرسد ما باید که چکار کنیم اینجا ما باید 4 نرسیده کنیم اما 4 دیوم هم میخواد وقتی 4 دیوم میخواد در اینجا یک تا 0 اضافه میکنیم اکنون 44 میشود 44 اگر یک تیم اگر 1 کره 8 میشود خورد است 2 کره تیم 2 کره 16 میشود 3 کره 24 میشود خورد است 4 کره 32 میشود خورد است 5 کره 40 میشود 6 کره 48 میشود یعنی پای کلمه ما همین 5 میتونیم اینجا 5 کره 40 میشود تا اکنون از 4 0 اگریم 4 میموند از 4 اگریم 0 میموند اینجا 2 تا 0 بیستن اکنون ما یک تا 0 دیگر 0 میفرماییم میشود 40 که شود با 5 تا میرسد 5 کره 8 40 میشود ترکنیم اینجا با 0 میموند یعنی هنگام تقسیم 2055 میشود وسیله تقسیم ما میسنجیم که سنجش میذارم که آیا تقسیم درسته یا نه اگر به شرطی در وقت سنجش معین شود که ما تقسیم رو درست کردیم گشته تقسیم رو از سر میکنیم برای همین ما باید همین 2055 رو اگر به شرطی به 8 ضرب کنیم حاصلش باید باید برای من 2055 مینویسم و 55 مینویسم به 8 ضرب میکنم 8 کره 5 یعنی 8 با 5 ضرب میکنم 40 میشود 14 امی 8 با 5 ضرب میکنم 40 میشود این 4 میشود با 14 با همی 8 گرفته با 0 ضرب میکنم 8 کره 0 4 خودش مینویسم با همی 8 گرفته با 2 ضرب میکنم 16 میشود یعنی اینجا 16446 بچه‌ها من در وقت هر عدد 16000 رو نوشتم همین قطعی شما بیاید یک جایه مشاهده میکنیم که همین رزده دو خیلی جدا میکنیم رزده یکمش چیه؟ واحد 9 رزده دهی چیه؟ 4 رزده صدی چیه؟ 4 رزده هزاریو چیه؟ 6 رزده 10,000 یک است یعنی ما باید که در وقت ضرب کردن جمع کردن ترک کردن همین عمل را اجرا کرده توانیم بچه عزیز با همین درس امروزه ما خاتمه رو با دقتتون رحمت اگر به شرطی که یکون چیز دیگر فهمیدن در پشت در کامنتری میتونید که نویسید